درود بر شما، درود بر شما. امیدوارم حال احوال خوبی داشته باشید. بریم با جلسه نهم، مرحله نهم و پله نهم برای تریدر شدن. این پله یکی از پله‌های بسیار بسیار مهمه در جهت تریدر شدن شما، چرا که تمام جنگ تو بر سر چارت با چارت یا با اعداد یا با قیمت نیستش. تمام جنگ تو در ذهن توه و در ذهنیت تو شکل میگیره. اگر یک ذهن آروم داشته باشی، اگر یک ذهن باثبات داشته باشی و بتونی تمرکز کنی، قطعا تو این جنگ برنده میشی. این که میگم ترید یک جنگ ذهنیه یعنی چی؟ کنترل ترس هات، کنترل طمعت، استفاده نکردن گاه و بیگاه از لات سایز های بالا، برهم نزدن استاپلاس، همه این دلایلی که الان میشنوی همه از کنترل احساسات و ذهنیت یه تریدر میاد. تریدر باید یک ذهن بسیار بسیار آروم مثل یه سامورایی داشته باشه، ذهنی آرام همراه با تمرکز. این 4 تا گزینه‌ای که گفتم یا این 4 تا موردی که گفتم که یکیش طمع بود، دومیش ترس بود، سومیش احساسی وارد شدن و تعیین لات سایز احساسی و چهارمی نذاشتن حد ضرر، که همه از ترس‌ها و جنگ‌های ذهنی میاد. قاتل اکانت تو و پول توه. اگر بتونی ذهنیت آروم داشته باشی و خودتو کنترل بکنی، حتی با استراتژی خیلی راحت، فقط اگه حتی در جهت روند فقط بشناسی و ترید کنی، تو موفقی. پس به عنوان یک جمله اگه بخوام تاثیرگذار، یه جمله تاثیرگذار بگم در ترید، 90% ترید کردن کنترل احساس و نگه داشتن تمرکز در زمان باز کردن پوزیشن. موفق باشید. یک جلسه دیگه از پله ها مونده، بریم تو جلسه.